سلام رفیق. امروز میخوام درباره بزرگترین دروغی که شاید بارها و بارها به خودت گفتی صحبت کنم. اون جمله لعنتی که تا به حال 1000 بار جلوی حرکتت رو گرفته و باعث شده احساس کنی گیر کردی. نمیتونم. این کلمه از قوی ترین سلاح‌های ذهن برای متوقف کردن تو هستش. یه بهانه است، یه ترس، یه قفل ذهنی که باید همین امروز بازش کنی. روز 13. چرا نمیتونم بزرگترین دروغیه که به خودت گفتی. نمیتونم یعنی خودت رو شکست خورده میدونی. قبل از اینکه حتی شروع کنی بارها بهت گفتم هیچ کس از روز اول چیزی رو بلد نبوده. هیچ کی از اول کامل نبوده. همه ما یه جایی شروع کردیم. حالا بیا با هم دلایلی که باعث میشن این کلمه لعنتی رو به خودت بگی بررسی کنیم. 1. ذهنت به دنبال راحتی میگرده. ذهن ما طوری طراحی شده که همیشه دنبال امنیت و آسایش باشه. به محض اینکه با یه چالش جدید روبرو میشی، مغزت سعی میکنه از سختی‌ها فرار کنه و بهت بگه این کار خیلی بزرگتر از توانایی توئه، پس تو نمیتونی انجامش بدی. ولی این یه دروغ بزرگه. مغز فقط نمیخواد از نقطه امنش خارج بشه. 2. تجربه‌های شکست‌های گذشته. شاید یه زمانی کاری رو امتحان کردی و شکست خوردی. حالا اون شکست توی ذهنت موندگار شده و هر بار که میخوای شروع کنی یه صدای مزخرف میگه یادت که نرفته دفعه قبل چی شد، بازم همون میشه. ولی باید بفهمی که هر شکست فقط یه قدم به سمت موفقیته. ببین الان اینجای پادکست به این فکر افتادم که مدل پادکست رو یکم عوضش کنم. یعنی بیام اینجای پادکست این به ذهنم رسید که مدل پادکست رو عوضش کنم. یعنی بیام یه ایده‌ای که باحال‌تره به ذهنم رسید واسه هر اپیزود بیام اون کارو بکنم. یکم پادکستامو دوست ندارم. یکم حس میکنم خیلی خفن‌تر میتونم درستشون کنم و دارم کمکاری میکنم. الان فکر کنم باید برم و روی متنای جدیدم کار کنم. امروزم پنجشنبه 29 آذر ساعت 9 شب که ساعت 10 باید آپلود شه. متنی که توی نوتم نوشته بودم و تا آخر خوندم، حس کردم که واقعا دارم کمکاری میکنم و میتونم یه چیز خیلی خفن‌تری بسازم. بر اساس تجربه‌ای که داشتم و نکات علمی که میدونم خیلی خفن‌ترش میتونم بکنم. باید واسه یه متنم وقت بیشتری بذارم. یعنی خیلی از وقت بیشترم باید بذارم واسه یه متنای پادکستم. شکست رو نپذیرفتم. نه، میخوام خفن‌ترش کنم. یعنی اینم آپلود میکنم که یادم نره. من خواستم هر روز بذارم و هر روزم میذارم، ولی ادامهش رو سعی میکنم که خفن‌ترش کنم. خیلی خفن‌تر. اصلا دارم اشتباه میام. وایسا. آره دارم اشتباه میکنم. اگه کسی قرار بود با این حرفا تغییری بکنه، با کتابای روانشناسی و این چیزا تغییر کرده بود و وضع اون انقدر بد نبود. پس باید بیام یا داستانشو بیشتر کنم اونجوری که تو ذهنمه یا سبکشو عوض کنم. یکم شبیه این حرفای انگیزشی و چیز شد. یعنی بعدم اومد یکم شبیه این انگیزشیای بی بنیه شد. بی بنیه نه، بی بنیاد نه، نمیدونم کلمش، نمیدونم چی درسته. ولی خب اینا رو من از نکات علمی برداشته بودم، ولی خب تغییرش که دادم زیاد حال نکردم با این پادکست. روز 13 پشمام، روز 13 میگن 13 نحس 13 نحس از کجا اومد؟ اگه کسی واقعا داره گوش میده یه اعلام حیات بکنه. لینکش هم جایی نمیذارم دیگه، پروموت هم نمیکنم. پنجشنبه الکی نشستیم، الکی هم که نیستش. ببین اوورتیک همین جوری ها. یعنی این میپره اون میپره، این میپره اون میپره، تا انقدر خسته میشی کاری نمیتونی انجام بدی. باید جلوشو بگیری. منم جلوی این پادکست رو میگیرم. فردا یه مرور رو هفته میریم. شنبه با اپیزود خیلی خفن و جدید میام.
اگه از پسش بر بیام که بر میام 100%. شنبه هم خفن نشد یک شنبه خفن میشه، یک شنبه خفن نشد دو شنبه. تهش خفن نمیشه دیگه. کلی تجربه یاد گرفتم توی این پادکست و حرف زدم، چون من کلا تو روز خیلی کم حرف میزنم. فردا میبینم رفیق. فعلا.